سلام. بعضی وقتا یه دسر ساده میتونه روز آدم رو بسازه. پس با من همراه بشین تا این دسر خوشمزه رو آماده کنین. خمیر هزالاتون رو بذارین به همین صورت که میبینین آماده سازی کنین. یه دونه زرده تخم مرغ با شیر رو هم بزنین با فرچه دور خمیرتون بذارین توی فر رو دمای 180 درجه به مدت 1 رو بمونه. حالا داخل گلابیاتون رو خالی کنید، بذارید توی قابلمه روشو یکم شکر بریزید، بذارید تا کاراملی بشه. حالا اینجا نوبت درست کردن کرم پاتیسیره که یه کرم فرانسویه. من دستورش کامل توی کپشن می نویسم. حالا که گلابیاتون اینجوری کاراملی شد بیارین بیرون، بذارین خنک شه، برش بزنید. بعد از اینکه برش زدین خمیرتون هم آماده میشه. خمیرتون که آوردین بیرون یه کمی روشو اینجوری خورد کنید مثل همین که توی تصویر میبینید و بردارین روشو. کرمی رو که آماده کردین و بریزین روش. بعد به همین صورت که میبینین قشنگ پهنش کنین. بقیه اون خورده هایی رو که اول برداشتین خوردش کردین مال خمیر رو بیارین روش اضافه کنین و حالا اون گلابیایی رو که کاراملی کردین و بچینین و در آخر هم پودر قند رو بهش اضافه کنید. این تارت یه طعم لطیف و فوق‌العاده داره. امیدوارم لذت ببرید. نوش جان.